اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله المتجلی لعباده من افق الالباب، المجلی عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه اولیاءه عن دار الغرور وسما بهم الى انوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى اهل بیته الطیبین الطاهرین. بعضی از شبهات در مجتمع اسلامی مطرح می شود که گاهی وقتا این شبهات از مخالفین است که در ساحه شیعی مطرح میشه تا اینکه به نظر ناقصشون برای مذهب ایراد و اشکال وارد کنند و گاهی وقتا از طرف خودیا مطرح میشه چون تحت تأثیر القاءات قرار میگیرن، القاءات مخالفین. لذا ما وظیفه داریم تمام این شبهات رو جواب بدیم تا خدایی نکرده نسل جوان و عامه مردم تحت تأثیر این شبهات قرار نگیرند. شبهه‌ای که مطرح شده است و گاهی وقتا در قلوب ضعیف از مردم اثر می‌گذارد، مسئله این است وقتی که به خانه هجوم بردن و فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار گرفت، امیرالمؤمنین که تو منزل بودن چرا نیامدن دفاع کنن؟ همونجا می آمدن و با قوم برخورد می کردن. آلوسی از مفسرین بزرگ اهل سنت است. ایشون روایتی رو نقل می کند، در اون روایت ذکر می کند که دومی ضربه زد به فاطمه زهرا سلام الله علیها و وقتی تازیانه رو بالا برد و فاطمه زهرا رو مورد جسارت و ضرب قرار داد و بازو رو مورد اصابت قرار داد، فصاحت یا ابتا، صدا زد ای پدر. فاخذ علی علیه السلام به تلابیب عمر و حزه و وجع انفه و رقبته. امیرالمؤمنین روحی له الفدا وقتی ناله فاطمه زهرا رو شنید جلو رفت، خلیفه دوم رو گرفت، به زمین زد و به بینی و گردنش کوبید. این در روایتی که آلوسی نقل کرده است داره. روایت رو که آلوسی نقل میکنه حاشیه نمیزنه که این روایت ضعیفه، این روایت فلان کس در روایت هست، نمیتونیم به اون روایت عمل کنیم. و ثانیاً امیرالمؤمنین هم اگر پشت در می آمد بعد از واقعه در از فاطمه زهرا دفاع می کرد، اینا یک قائل دیگه ای رو ایجاد می کردن و نهایتاً امر رو به نفع خودشون تموم می کردن. مثل قضیه عمار وقتی که عمار رو به شهادت رسوندن، پیامبر خبر داده بود که فئه کافره، فئه‌ای که خارج از دین است، عمار رو به شهادت میرساند. خب عمار به واسطه معاویه و دار و دستش به شهادت رسید. وقتی که خبر به معاویه رسید، معاویه در جواب گفت کسی که عمار رو کشت علی و اطرافیانش بود. لفظش این بود انما قتله علی و اصحابه جاءوا به حتی القوه
بین رماحنا. علی ابن ابی طالب کسی است که عمار رو کشته است و علی ابن ابی طالب و اصحابش عمار رو جلو نیزه های ما انداختن. ببینید با اینکه امیرالمؤمنین مدافع از دین بود، اونا مقابل دین ایستاده بودن، اما این گونه تاریخ رو تغییر میدادن و تاریخ رو تغییر میدن و نهایتاً بین خودشون مسئله رو به گردن امیرالمؤمنین انداختن. خود امیرالمؤمنین روحی له الفدا این که چرا دفاع نکردن، چرا وقتی صحنه رو دیدن و فاطمه زهرا سلام الله علیها به زمین افتادن حرکتی روشون ندادن؟ اگر قبول کنیم که امیرالمؤمنین حرکتی رو انجام ندادن، در خطبه سوم نهج البلاغه امیرالمؤمنین روحی له الفدا میفرماید فرأیت الصبر علی هاتا احجا فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. دیدم اگر صبر کنم، بردباری کنم، اگر صبر کنم و عقل و خرد رو ملاک قرار بدم خیلی بهتره. اینا کاری کردن که در چشم من خار زدن، اینا کاری کردن که استخوان به گلوی من گیر کرد. یعنی اینا دین رو به هم ریخته بودن، دین رو از بین برده بودن، پس من باید صبر کنم. و همینطور امیرالمؤمنین روحی له الفدا در خطبه پنجم نهج البلاغه میفرماد فان اقل، اگر می اومدم جلوشون وای میستادم، به اشتباهشون جلو اشتباه اونها رو میگرفتم، برخورد میکردم. و ان اقل یقولوا حرس علی الملک، اینا میگفتن برای ملک و ریاست امیرالمؤمنین داره حرف میزنه. و فرمود اگر ساکت میشدم یقولوا جزع من الموت، ترسیده از مردن، چون امیرالمؤمنین ترسیده ساکت شده. هیهات بعد اللتیا واللتی والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه. به خدا قسم من انقدر به مرگ علاقه دارم که امیرالمؤمنین روحی له الفدا تشبیه میکند به اون فرزندی که به سینه مادرش علاقه دارد، با اون علاقه و اون حرکتی که بچه انجام میده. میگه من به مرگ اینجوری هم نسبت به مرگ. و یکی از موارد دیگری که باید متذکر شد و باید گفت این از پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین روحی له الفدا فرمودن یا علی صبر کن. قضایایی که برای حضرت و فاطمه زهرا رخ خواهد داد حضرت فرموده بودن پیامبر اکرم، و بعد فرمودن فلزم بیتک واجمع القرآن. پیامبر اکرم فرمود در خانه بنشین و قرآن رو جمع کن بر طبق ترتیب آن چیزی که پیامبر اکرم مد نظرشون بوده. و علیک بالصبر، فرمود یا علی صبر کن علی ما ینزل بک ولها حتی تقدموا علی. فرمود و علیک بالصبر، علی ابن ابی طالب صبر کن علی ما ینزل بک، بر اون چیزی که بر تو نازل میشه، بر اون مصائبی که بر تو نازل میشه. بک و بها، به تو نازل میشه، به فاطمه زهرا نازل میشه. حتی تقدموا علی، تا اینکه پیش من بیایید و بر من نازل بشید. لذا پیامبر اکرم بنابر این نقل روایت که سید رضی نقل کرده است در خصائص الائمه، پیامبر اکرم امر کرد یا علی صبر کن.
یعنی یا علی اگر خانمت رو جلو چشت زدن برای اسلام صبر کن، اگر بین در و دیوار قرار دادن یا علی صبر کن، اگه محسنش سخت شد یا علی صبر کن. اینا همش امر پیامبر است. پیامبر از وحی صحبت میکنه، از کلام خدا صحبت میکنه، از امر الهی صحبت میکنند. لذا شما که سوال میکنید چرا امیرالمؤمنین بعد از واقعه دار دفاع نکرد، مگر نگفتید و نمیگویید که امر رسول الله، البته دروغ میگن، اینا عمل نمیکنن به گفتاراشون، ولی ما برای اینکه بخواهیم اونها رو جای خودشون بنشانیم میگیم مگه شما نمیگید امر رسول الله مطاعه، امر خدا مطاعه، اطیع الله و اطیع الرسول. خب علی ابن ابی طالب اطاعت خدا کرد، اطاعت رسول خدا کرد، وحی نازل میشد بر سینه پیامبر و عمل به وحی کرد. مورد دیگری که بیتوان به همین شیئی که ادعا میکنند که چرا امیرالمؤمنین واقعه پشت در رو دید عکس العمل نشان نداد، استناد کنیم به حالات و حرکات پیامبر اکرم. ابن حجر عسقلانی نقل میکنند سمیه مادر عمار یاسر جلو پیامبر اکرم به خاطر اینکه اسلام آورده بود کتک میزنن، شکنجه میکردن، پیامبر اکرم ناظر بود. و همینطور عمار رو، سمیه رو، یاسر رو شکنجه میکردن به خاطر کسانی بودن که بنابر نقلی هفتمین شخص بود عمار که ایمان آورد به پیامبر اکرم. اینا رو شکنجه میکردن، میزدن، پیامبر نگاه میکرد بهشون میگفت صبر کنید، پاداش و موعد الهی نزدیکه. شما چرا اینجا نمیگید چرا پیامبر اکرم دفاع نکرد، چرا پیامبر اکرم جلو نرفت؟ و همچنین خلیفه دوم دارد زنهایی که اسلام می آوردن، چون خلیفه دوم بتپرست بوده، زمان زیادی رو در بتپرستی بوده، وقتی خبر می آمد زنها رو کتک می زند خلیفه دوم به خاطر اینکه ایمان آوردن. ابن هشام در سیره نبویه نقل می کند از علمای اهل سنت است، میگه پیامبر ناظر بود، چیزی نمی گفت. پیامبر مأمور به امر الهی بود. چرا اشکال نمی کنید؟ چرا ایراد نمی گیرید؟ چرا نمیگید پیامبر اکرم چرا جلو نمی رفت و دفاع نمی کرد؟ اینا توش حکمت بود، اینا توش امر الهی بود. اینا آینده تمام این وقایع تو تاریخ ثبت میشد، نقل میشد، مورد آگاهی میشد، مورد انقلاب در درون افراد میشد. همه این حکمت ها بوده. درست است ما اطلاع نداریم، ولی در هر حال امر رسول الله حجته. این که امیرالمؤمنین وقتی واقعه در رخ داد ایشان نیامدن، درگیر نشدن، ولی ما روایاتی داریم که آمد خلیفه دوم رو به زمین زد، ولی بر فرض این که نیامدن و دفاع نکردن امر الهی بوده. چه بسا اگر می آمدن، اینایی که آمده بودن پشت در به هدفشون می رسیدن و الان خبری از تشیع نبود، از محبین امیرالمؤمنین نبود. واقعه دیگری که خود اهل سنت درش درگیر بودن، سودان ابن حمران داخل به خانه عثمان خلیفه سوم شد، خلیفه سوم اهل سنت حمله کرد، انگشت دست زن عثمان رو برید. عثمان مشاهده کرد، ایستاد، بنا بر نقل طبری در تاریخش و ابن اثیر دمشقی عثمان هیچ عکس العملی رو نشان نداد. شما چرا به امیرالمؤمنین روحی له الفدا اشکال میکنید اما به عثمان اشکال نمی کنید؟
نمیگید چرا عثمان خلیفه سوم شما نیامد از همسرش دفاع کنه؟ و امر دیگه‌ای که قابل ذکر است و باید ذکر کرد، فاطمه زهرا دفاع از امام معصوم کرد و اونقدر اینها سریع این صحنه رو انجام دادن که فرصتی برای امیرالمؤمنین به وجود نیامد. اجازه بدید یه جمله رو خدمتتون عرض کنم. امروز نگاه میکردم نوشته بود بیش از 10,000 نفر برای این که واقعه دار رخ بدهد خلیفه اول دوم تجهیز کرده بودند. عده‌ای برای حمله به خانه، عده‌ای برای بردن امیرالمؤمنین، عده‌ای برای اعلام واقعه، عده‌ای برای این مأمور بودند که در شهر تشنج و غوغا نشه، نظم شهر رو به عهده گرفتن. بنابر منابع موجود، اولا متون خود اهل سنت ثابت می کند که افراد متعددی در حمله به خانه بودند. ثانیاً افراد متعددی این عملیات رو به عهده گرفتن. تو رو خدا سوال میکنم، مگه امیرالمؤمنین با فاطمه زهرا تو خونه بود؟ چند تا تو خونه بودن؟ بگیم 10 نفر که نبودن. 10 نفر در مقابل لشکر آماده 10,000 نفر. کدام انسان منصف، کدام انسان عاقل، کدام انسان با وجدان بیدار میتواند سوال کند چرا امیرالمؤمنین از فاطمه زهرا موقعی که واقعه دار رخ داد دفاع نکرد؟ 10,000 لشکر مجهز، چند نفر انسان که دلشون برا مذهب میسوخت، برا دین میسوخت، دوره بر امیرالمؤمنین بودن، اونا هم بهشون رحم نکردن. بعدن با دنیا و مافیها اونا رو گول زدن. ولا طلحه و زبیر هم بودن. اینا هم چون وصایای رسول خدا رو شنیده بودن، اینها میدونستن خود رسول الله، اینها میدونستن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وصیت به امیرالمؤمنین کرد. اینا میدونستن که اولی و دومی رو دین خدا پا گذاشتن. ولی بعد دنیا گول زد، همینطور که دنیا خیلی ها رو گول زد. یه روزی رسید که امیرالمؤمنین فاطمه زهرا رو سوار بر مرکب میکرد، بر محمل میکرد، در خانه مهاجرین و انصار، جهت این که حق رو بیان کنه. آقایون مردم در خانه هاشون رو باز نمی کردن، پشت به علی به فاطمه می کردن. معاذ بن جبل آمد خدمت پیامبر بهش گفت من برمیگردی من از دنیا میرم. معاذ بن جبل کسی بود که مشاهده کرد امیرالمؤمنین رو که پیامبر معرفی کرده. این فاطمه زهرا آمد در خونش، بهش گفت معاذ تو که شاهد بودی پیامبر امیرالمؤمنین رو معرفی کرد، چرا به مردم میایی؟ چرا به مردم نمیگویی؟ میدونی چی جواب داد؟ به دختر رسول خدا، شما فکر میکنید واقعا این سوالات و این شبهات از آدم عاقل صادر میشه؟ از آدم فهمیده صادر میشه؟ خیلی ها هستن فکر میکنن عالمن، فکر میکنن میفهمن، فکر میکنن درک دارن، اما ذره ای از نورانیت اهل بیت رو به ارث نبردن، ذره ای از معارف اهل بیت رو در سینه‌شون ندارن. خدایا مادرم را کجا میبرند؟ خدایا مادرم را کجا میبرند؟
گمانم برای شفا میبرند، بمیرم براش. دختر 5 ساله بوده. زینب سلام الله علیها همه این صحنه ها رو دیده. منو خانه دارید، کجا میبرندت، کجا میبرندت؟ خدایا گل من، خدایا گل من که نیلی نبود، بمیرم هم قنفذ زده، هم مغیره زده، هم ملعون دومی زده. خدایا گل من نیلی نبود، جواب پیامبر که سیلی نبود. نمیدونم متون رو دیدید یا نه، میگن تا آخر عمر صورت خود رو از امیرالمؤمنین پنهان میکرد. خدایا گل من که نیلی نبود، جواب پیامبر که سیلی نبود. علی جان ز عشقت کمانی شدم، خدایا تمام این ضربه ها رو به خاطر علی تحمل کردم. امیرالمؤمنین رو تنها و مظلوم می دیدم، لذا جانم رو فدا کردم. جواب پیامبر که سیلی نبود، خدایا چه خاکی شد بر سرم. فاطمه جان چرا خمیده شدی، چرا لاغر شدی، چرا توانایی حرکت نداری؟ خدایا چه خاکی شد بر سرم که رفته ز سر سایه مادرم. مادر همه قیمت خانه است، همه وجود خانه است. بگم زینب دلت خوش بود، امیرالمؤمنین است، حسن است، حسین است، اما بمیرم. دشت کربلا نظر کرد، یمیناً و شمالا دیگه باقی نبود. صدا زد یا زینب علیکن من السلام. الا